سلام بر دوستان اسب دوست و جامعه سوارکاری. امروز یک سفر طولانی و جذاب داریم. از قرن 15 در شبه جزیره ایبری تا دشت‌های آمریکا، جایی که اسب‌ها زندگی انسان‌ها را دگرگون کردند. در اواخر قرن 15 در شبه جزیره ایبری دو سبک متفاوت از سوارکاری رواج داشت. در شمال، درست مثل بقیه اروپا، سواران از سبک لابریدا استفاده می‌کردند. آنها با پاهای صاف و کمی جلوتر در زین می‌نشستند. زینی با جلوی بلند و پشتی مرتفع که مخصوص جنگ‌های سنگین طراحی شده بود. اسب‌ها با دهنه‌ای بسیار سخت کنترل می‌شدند. دهنه‌ای با پره‌های فلزی بلند تا 37 سانتیمتر. این طراحی نه برای زیبایی بلکه برای هدفی خاص بود: حمله با نیزه توسط شوالیه‌های زره‌پوش. سوارکار باید خودش را در بین رکاب و کنتل محکم می‌کرد تا ضربه بر خود را تاب بیاورد. دست چپش را با سپر مشغول بود و تنها می‌توانست با یک دهنه بسیار سخت اسب سنگین وزنش را کنترل کند، در حالی که دست راستش برای شمشیر یا نیزه آزاد می‌ماند. اما نکته جالب اینجاست: این شیوه جنگی قرنها پیش از بین رفته بود، اما سبک سواری لابریدا همچنان در غرب اروپا و حتی بعدها در آمریکای شمالی ادامه پیدا کرد. در جنوب شبه جزیره ایبری، جایی که نفوذ اعراب مسلمان بسیار قوی بود، مردم به شیوه دشت‌ها و صحرا سواری می‌کردند. یک نویسنده انگلیسی معاصر این سبک را چنین توصیف کرد: سواری کوتاه، یا به اصطلاح به سبک سواری ترکی. علت این انتخاب هم روشن بود: سلاح اصلی آنها تیر و کمان و شمشیرهای هلالی بود، سلاحایی که بهترین استفاده از آنها زمانی ممکن میشد که سوارکار ایستاده در رکاب می‌جنگید. اسب‌های جوان ابتدا توسط اعراب با وسیله بدون دهنه آموزش داده می‌شدند، ابزاری که فشارش بر روی بینی اسب وارد می‌شد. تنها وقتی اسب آن پاسخ می‌داد، به تدریج دهنه فلزی روی آنها نصب می‌شد. این ابزار بدون دهنه را اعراب حکمه می‌نامند. اسپانیایی‌ها آن را جاکویما و ما امروزه با آن حکمور می‌گوییم. وقتی دهنه حلقه‌ای روی اسب گذاشته می‌شد، به آن لاخینتا می‌گفتند، برگرفته از نام یکی از قبایل اعراب. سبک سواری لاخینتا بعدها توسط اسپانیایی‌ها برای سوار نظام اقتباس شد. سوارکاران ماهر ایبری می توانستند هم در سبک لابریدا و هم لاخینتا استاد باشند. اما در همان زمانی که اسپانیایی‌ها نگاهشان را به دنیای جدید یعنی قاره آمریکا دوخته بودند، بیشترشان همچنان به سبک لابریدا سوار می شدند. وقتی کریستوف کلمب در سال 1492 به سفر اکتشافیش در اقیانوس اطلس رفت، تعدادی اشراف‌زاده ماجراجو را به عنوان محافظان سواره با خود برد. آنها قبل از سفر اسب‌های گران قیمت خود را فروختند و به جای آن اسب‌های ارزان‌تر برداشتند. حتی همین اسب‌ها هم در برابر بومیان آمریکا که هرگز سوارکار ندیده بودند، به اندازه تانک‌های مدرن در برابر ارتش قرن 18 ترسناک بودند. گفته می‌شد که نخستین اسب‌هایی که در سال 1509 به مکزیک رسیدند، کیفیت بسیار بالاتری داشتند. به دلایل نامعلوم، سبک لابریدا در میان مهاجران شمال آمریکا رایج شد، در حالی که مهاجرانی که به برزیل و آرژانتین رفته بودند، بیشترشان به سبک لاخینتا سوار می‌شدند. و جالب اینه که نوادگانشان هم هنوز همین سبک را ادامه می‌دهند. به مرور نوعی ترکیب میان این دو سبک شکل گرفت، زیرا 200 سال بعد سوارکاران مکزیکی ابتدا اسب‌ها را با حکمور آموزش می‌دادند و سپس با دهنه حلقه‌ای یا دهنه بسیار سخت به نام سپید بت روی آنها می‌گذاشتند. دهنه‌ای با پورت بلند و بازوهای فلزی کشیده. از اسب‌های فاتحان اسپانیایی مستانگ‌ها به وجود آمدند. بعضی از طریق اسب‌های رها شده توسط گاوپشتگران، بعضی هم از طریق اسب‌هایی که از مزارع و مأموریت‌های مذهبی فرار کرده بودند. تا قرن 19 آنها به صورت گله‌های عظیم در دشت‌های غرب پرسه می‌زدند. مستانگ‌ها پایه بسیار خوبی برای تکثیر بودند،
چرا که اسب‌های اسپانیایی با خون عربی و بربری در قرون وسطا نزد صلیبیون و شوالیه‌ها بسیار ارزشمند بودند. مستانگ‌ها سم‌های سخت، پاهای قوی و مقاومتی شگفت‌انگیز داشتند. آنها به خوبی با زندگی روی چمنزارهای خشک سازگار شدند و به سرعت تکثیر یافتند. اما 2 یا 3 قرن چرا در شرایط سخت و بدون انتخاب ژنتیکی باعث شد کیفیتشان پایین بیاید. در قرن 19 مستانگ‌های تیپیک اغلب با سر بزرگ، گردن خمیده، پشت قوسدار، شانه‌های افتاده و پاهای پرایراده دیده می‌شدند. نقاشان این نقص‌ها را نادیده می‌گرفتند، اما در عکس‌های اولیه آن دوران بی‌رحمانه به نمایش درآمدند. اسب زندگی قبایل سرخپوست را دگرگون کرد. پیشتر تلاش آنها برای کشاورزی ناموفق بود و در شکار نیز همیشه در تعقیب حیوانات در دشت‌های باز بودند. اما وقتی صاحب اسب شدند، همه چیز تغییر کرد. آنها توانستند بوفالوها را به هزاران عدد شکار کنند. اسب نماد ثروت، نجابت و قدرت در جنگ شد. نشانه‌ای از اعتبار اجتماعی و حتی بهای ازدواج. تنها در عرض چند نسل قبایل دشت‌ها به ویژه کومانچی‌ها به سوارکارانی کامل و بی‌نظیر بدل شدند، همانند سکاها، مغول‌ها و هون‌ها. آنها عملاً روی اسب زندگی می‌کردند و وقتی رهبر جنگی می‌مرد، اسب‌های محبوبش را قربانی می‌کردند تا همراه او به سرزمین شکار ابدی بروند. بعضی سرخپوستان اسب‌هایی را می‌دزدیدند یا حتی از مکزیکی‌ها می‌خریدند و با زین مکزیکی و زرهی از پوست گاو شبیه به کلاهخود و سینه‌پوش اسپانیایی‌ها سوار می‌شدند. برای یک پونی خوب تا $300 پرداخت می‌کردند. اما بیشترشان به گرفتن و اهلی کردن مستانگ‌های وحشی روی می‌آوردند. روش شکار مستانگ. سوارکار با سرعت وارد گله می‌شد. طناب لاریات را به دور بازو پیچیده بر گردن اسب مورد نظر می‌انداخت. سپس از اسب خود پایین می‌پرید و در حالی که طناب را آرام آرام آزاد می‌کرد، دنبال شکارش می‌دوید تا حیوان خفه شده بر زمین بیفتد. بعد پاهای جلویش را می‌بست و بندی را به آرواره پایینش می‌زد. وقتی طناب شل می‌شد، مستانگ فرصتی پیدا می‌کرد تا بلند شود، لگد بزند و سرکشی کند. اما با بندها خیلی زود آرام می‌شد. سپس سرخپوست با احتیاط دست به دست روی طناب جلو می‌رفت تا اسب رام شود. اسب‌ها نخستین بار در قرن 16 توسط فاتحان اسپانیایی به آمریکا آورده شدند. از همون تعداد اندک بعدها گله‌های عظیم به نام مستانگ پدید آمدند و زندگی سرخپوستان را دگرگون کردند. چندان تفاوتی در روش گرفتن اسب‌های وحشی به وجود نیامده است. همانطور که این گاوچران‌های مدرن در یک گردهمایی در اورگان اسب را به دام انداخته، 100 سال پیش یک سرخپوست با طناب لاریات همین کار را می‌کرد. مستانگ‌ها زمانی بسیار پرطرفدار بودند، چون بهترین اسب‌های گاوچرانی محسوب می‌شدند. اما وقتی تعدادشان به شدت زیاد شد، به دردسر بدرگشتند و ناچار شدند جمعیتشان را کنترل کنند. طبق گفته جورج کدین که شاهد عینی بود، یک مستانگ تازه گرفته شده تنها 2 یا 3 ساعت بعد از به دام افتادن میتوانست هدایت یا حتی سوار شود. سرخپوست ابتدا حیوان را لمس میکرد، پوزه و چشمش را نوازش میکرد تا ترسش بریزد. گاهی با یک بند باریک روی پوزه که با هر تکان فشار دردناکی وارد میکرد، حیوان را تحت کنترل در میآوردند. سپس با صداهای بم و غرغر مانند حیوان وحشی را آرام میکردند و با پتو بدنش را لمس میکردند. اگر اعتراضی میکرد، طناب را میکشیدند. در نهایت خیلی سریع روی پشت اسب میپریدند و سوار میشدند. اما باید به یاد داشت که معمولاً اسب‌های ضعیف‌تر گله به دام میافتادند، نه بهترین ها. بیشتر مستانگ‌ها قدی حدود 13 دست، یعنی حدوداً 135 سانتی متر داشتند و شکارچیان هم جوانان سبک وزن بودند. سرخپوستا با زین‌های اسپانیایی یا نسخه‌های دستسازشان یا حتی بدون زین و با پاهای تقریباً صاف سوار می‌شدند. برای مسابقه پسرها کوتاه‌تر می‌نشستند و مثل جوکی‌های مدرن روی گردن اسب خم می‌شدند. کنترل اسب با بندی از پوست خام بود که به فک پایین بسته می‌شد. یکی از سرفن‌های معروف
طبق گفته کدین این بود که جنگجوی جوان در حین تاخت ناگهان خودش را از سمت راست اسب آویزان می‌کرد. یک پا روی پشت اسب و دستش در حلقه ای از یال و همزمان تیراندازی می‌کرد. چه از روی کمر اسب و چه از زیر گردنش. شاید چندان دقیق نبود، اما حمله کنندگان را شبیه گله‌ای وحشی جلوه می‌داد تا ناگهان به دشمن برسند. در کل سرخپوستا سوارکاران خوبی بودند، اما نگهدارنده‌های بدی. به زخم‌ها و لنگش‌ها اهمیت نمی‌دادند تا وقتی اسب توانایی حرکت داشت از آن استفاده می‌کردند، وگرنه رهایش می‌کردند یا می‌کشتند و می‌خوردند. چون مستانگ‌ها فراوان بودند همیشه می‌شد یکی دیگر گرفت. رمز تحرک آنها رمدا بود. هر جنگجو چندین اسب ذخیره داشت که توسط پسران نوجوان همراهی می‌شدند تا هر زمان اسبی خسته شود یکی دیگر جایگزین شود، در حالی که سربازان آمریکایی فقط یک اسب داشتند. تنها قبیله‌ای که به مدیریت درست اسب شهرت داشت نصف پرس‌ها بودند. در یکی از جنگ‌ها با رهبری رئیس جوزف آنها موفق شدند بیش از 2000 کیلومتر بگریزند و تا نزدیک مرز کانادا برسند، در حالی که زنان و کودکان روزانه 34 کیلومتر حرکت می‌کردند و مردم بیشتر، ضمن اینکه در طول مسیر 13 نبرد هم جنگیدند. اما داستان اسب در آمریکا فقط به سرخپوست‌ها ختم نمی‌شود. اولین دامدار آمریکایی یک پروتستان به نام جان پینچون بود که در زمان الیور کرامول زندگی می‌کرد. او با کمک گاوچران‌هایش که آن زمان همین نام را داشتند، رمه‌ای از گاوهای پروار را از سپرینگفیلد تا بوستون بردند تا به هند غربی صادر کنند. گاوچران‌ها ابزار ویژه‌ای داشتند: شلاق چرمی که به طول 4 متری که با آن می‌توانستند گاو را زمین بزنند یا ماری را بکشند یا حتی یک نفر را بزنند. از همین جا اصطلاح کرکر به وجود آمد. بعدها وقتی آمریکایی‌ها به تگزاس رسیدند با سنت متفاوتی روبرو شدند که توسط چاروهای مکزیکی و واکروها یعنی گاوچران‌های مکزیکی توسعه یافته بود. آنها هنوز از نسل اسب‌های کورتس استفاده می‌کردند و زینهایی داشتند که ریشه در زینهای شوالیه‌های قرون وسطا داشت، با یک شاخ بلند برای طناب انداختن. گاوهای آنها گاوهای لاغر و پرطاقت لانگهورن بودند. بعد از جنگ داخلی مهاجران انبوهی به غرب رفتند و بازار گوشت گاو داغ شد. در سال 1867 یک تاجر جسور در ابیلین انبارهای بزرگ دام کنار راهن را ساخت تا رمه‌ها از تگزاس آورده و سپس با قطار به شرق یا غرب منتقل شود. این آغاز پادشاهی گاو بود. اما در دهه 1880 با تولید بیش از حد، سقوط قیمت‌ها، کشاورزان، گوسفندداران، سیم خاردار و زمستان‌های سخت این دوران به پایان رسید. با این حال در سینما و ادبیات افسانه گاوچران‌ها هنوز هم زنده است. گاوچران‌های دهه 1860 به جز مکزیکی‌ها تقریباً همگی اهل تگزاس بودند و روش‌هایشان را از واکروها گرفتند، از زین و دهنه گرفته تا طناب و حتی واژگان اسب سواری. از آنجا که گاهی به گاوچران‌ها طعنه می‌زدند که روی یک اسب $10 زین $40 می‌گذارند، خوب است نگاهی دقیق به هر دو بیاندازیم. بیشتر اسب‌های آنها مستانگ‌هایی بودند که یا در طبیعت شکار شده یا از نسل همان اسب‌ها پرورش یافته بودند. با وجود جثه کوچک و ظاهر ساده، مستانگ‌ها اسب‌های گاوچرانی فوق‌العاده‌ای بودند. استقامت شگفت‌انگیزی داشتند، تنها با علف و کمی جو زنده می‌ماندند، در برابر گرما، سرما، گرسنگی و تشنگی مقاوم بودند و با اینکه برای جثه‌شان بیش از حد بار می‌کشیدند و چندان سریع نبودند، می‌توانستند مسافت‌های خارق‌العاده‌ای را در زمان کوتاهی بپیمایند. مستانگ‌ها همچنین ویژگی به نام حس گاوی داشتند. مثل سگ‌های گله که حرکت گوسفند را پیش‌بینی می‌کنند، این اسب‌ها هم ذاتاً می‌دانستند که گاو چه حرکتی انجام می‌دهد. همین باعث شد در برابر گاوهای وحشی لانگهورن که روی پای پیاده یک مرد را می‌کشند، یک برتری روانی پیدا کنند. وقتی یک مستانگ اهلی می‌شد، معمولاً سواری آرام و مطمئنی بود. شاهدی بی‌طرف به نام J.H. لفری
که در دهه 1840 کانادای غربی را نقشه برداری می کرد، فقط از مستانگ ها استفاده کرد و دربارهشان نوشت: اگرچه تقریبا هیچ کدام درست تربیت نشده‌اند، این اسب‌ها خوشخلقند، هیچ خوی بدی ندارند و بسیار راحت‌تر از اسب‌های ما رام می‌شوند. البته همیشه در میانشان اسب‌های لگدزن و سرکش هم بودند که معمولاً گاوچران‌های با تجربه برای نمایش مهارت‌هایشان نگه می‌داشتند. اما رئیس کاروان از چنین اسب‌های خوشش نمی‌آمد، چون باعث رمیدن و فرار گله می‌شدند. در واقع چیزی که در سفرهای طولانی به آبلین نیاز بود، اسبی آرام و خسته کننده بود. سر پایین، قدم‌های کند، بدون هیچ هیجان اضافه. حتی ترانه‌های گاوچران‌ها که برای آرام کردن گاوها می‌خواندند، با ریتم قدم آرام اسب هماهنگ بود، نه با تاخت یا حتی یورتمه. هر گاوچران برای سفرش حدود 7 اسب داشت. 2 تا برای صبح، 2 تا برای بعد از ظهر و 2 تا از بهترین ها برای کار شبانه و یکی هم مخصوص روز یکشنبه برای رفتن به کلیسا یا سالن. مثل سرخپوست‌ها این تحرک روی سیستم رمدا اسب‌های یدکی که همراه گله حرکت می‌کردند بنا شده بود. اما نحوه رام کردن اسب‌ها اغلب خشن و بیرحمانه بود. یک کره اسب جوان را با طناب با پاهای جلو گیر می‌انداختند تا آنقدر محکم به زمین بخورد که حتی بعضی وقتها دندانهای جلویش میشکست. بعد همونجا زین میکردن و سوار میشدن. اسب شروع به جفتک زدن میکرد و هر بار با شلاق کوتاهی بر سر و بینیش میکوبیدن تا دست بردارد. وقتی بالاخره آرام میشد، رام شده محسوب میگشت. اما اگه این روش جواب نمیداد، یا رها میشد و یا با نام اسب یاغی در مزرعه میماند تا اولین تازه‌کاری که ادعای سوارکاری داشت را بیاندازد. روش‌های حرفه‌ای و انسانی‌تری هم توسط اسب رامکن‌های دوره‌گرد وجود داشت، اما آنها گران بودند و معمولاً مورد پسند گاوچران‌ها قرار نمی‌گرفتند، چون گاوچران‌ها به سختی و خشونت خود افتخار می‌کردند. یک دامدار تگزاسی حتی روش ابتکاری پیدا کرد. اسب‌ها را با بازوهای یک دستگاه خرمنکوب متصل می‌کرد تا آرام و بدون مقاومت یاد بگیرن راه بروند و یورتمه بروند. این روش موثر بود، اما گاوچران‌هایش همه دست از کار کشیدند، چون این کار به اندازه کافی مردانه نبود. در نهایت یک اسب گاوچرانی خوب مثل سگ گله می‌توانست به معنای واقعی کلمه شریک سوارکاریش باشد در هدایت گاوها. زینهای اولیه مکزیکی و تگزاسی مانند زینهای نظامی آمریکایی سطحی صاف داشتند و شبیه به زینهای ارتش بودند، با این تفاوت که زینهای ارتش شاخی برای گرفتن طناب نداشتند. با گذشت زمان زینهای گاوچرانها کمی شیب پیدا کردند، از جلو و عقب، به طوری که سوارکار به پشت کتل فشار می آورد و در جای خود محکم می ایستاد. رکاب‌ها کمی جلوتر از حالت طبیعی خود قرار داشتند تا گاوچران‌ها مانند شوالیه‌های زره‌پوش بین رکاب و کتل محکم شوند. امروز سوارکاران مدرن این حالت را نپسندیده و ترجیح می‌دهند نزدیکتر به اسب بنشینند، اما در آن زمان هدف راحتی و عملکرد بهتر اسب بود. وزن سوارکار باید درست بالای مرکز ثقل اسب قرار می‌گرفت، وگرنه تعادل اسب برهم می‌خورد. زین گاوچران‌ها برای سوارکاران تازه‌کار یا بی تجربه مزایای زیادی داشت. امکان استراحت پشت کتل و جلو بردن پاها، حفظ تعادل روی اسب حتی اگر تازه‌کار بود، جلوگیری از ایجاد زخم یا درد روی پشت اسب و یا مناسب برای سواری طولانی در طول روز. به طور کلی متوسط گاوچران‌ها آدم‌های حرفه‌ای نبودند. هیچ کس با مهارت سوارکاری زاده نمی‌شد. حتی بهترین‌هایشان فقط با تجربه و تمرین بهتر می‌شدند. تجربه اولیه اغلب یعنی سوار شدن پشت گله 16 کیلومتر در روز، خوردن گرد و غبار و یاد گرفتن مسیر از سوارکاران با مهارت‌تر. برای یک تازه‌کار زین صاف باعث می‌شد روی اسب بلغزد و پشت اسب زخمی شود. زین استاک با شیب مناسب
و فرو رفتگی ها برای نگه داشتن رانها تقریبا مانع افتادن سوارکار میشد. سوارکار ناامن یا حتی حرفه‌ای در مواقع خطر میتواند شاخ زین را بگیرد که بسیار بهتر از کشیدن افسار است. زین گاوچرانها نماد و افتخار سوارکاری آنها بود و آنها همیشه سعی میکردند بهترین و پرزرق و برق‌ترین زین را داشته باشند. زینهای استاک سدل به گونه‌ای طراحی شده بودند که روی یک پتو تا شده قرار می‌گرفتند و می‌توانستند اسب‌هایی با اندازه‌ها و فرم‌های مختلف را بدون ایجاد زخم یا درد روی پشت یا باک‌ها تحمل کنند. این زین‌ها چند ویژگی کلیدی داشتند. 2 کمربند، یکی در جلو و یکی در عقب برای محکم نگه داشتن زین. مواد کمربند: از موی اسب یا ریسمان چراغ که به شکم اسب آسیبی نمی‌رساند. شاخ و چنگک تقویت شده با فولاد برای مقاومت در برابر تناب‌زنی و مهار گاو. توزیع وزن سوارکار: به وسیله دامن زین، وزن سوار و زین روی 2 تا 3 برابر سطح دنده‌ها پخش می‌شد. بنابراین حتی برای مسیرهای طولانی نیز فشار زیادی به اسب وارد نمی‌شد. نمونه‌هایی از عملکرد این زین: یک پلیس سوار نظام در کانادا 132 مایل را در طول روز بدون تعویض اسب طی کرد. گاوچران‌ها و پلیس‌ها بین فورت مکلد و کالیگری حدود 108 مایل در روز طی کردند. کیت کارسون و سن عجیبزاده مکزیکی از لس آنجلس تا سان فرانسیسکو را که حدود 600 مایل میشد بدون تعویض اسب پیمودند. شیوه سواری: سواری طولانی معمولاً با قدم، تاخت و گام آرام بود. به ندرت 4 نعل می رفتند، مگر برای سرگرمی یا هدایت گاوها. سوارکار روی زین کمی عقب، پاها کمی جلو و کمی تکیه به عقب بود. راحت و امن برای او. رکاب جلوتر از حالت مدرن قرار داشت. پس سوارکار برای تعادل کمی به عقب فشار می آورد و بدن را رو به جلو می برد. کنترل اسب: با افسار شل حرکت می کردن. هر گونه کشیدن محکم روی افسار می توانست باعث عقب نشینی اسب یا آسیب به سوار شود. سوارکاران مانند کشیش جان وسلی حتی می توانستند هنگام خواندن کتاب مقدسشان اسب را کنترل کنند، چون اسب‌ها به مرور مسیر را یاد می گرفتند. اسب‌های مناسب گاوچران‌ها به خصوص مستنگ‌ها از حس گاوکاری برخوردار بودند و بدون افسار می توانستند حیوان مورد نظر را از میان گله جدا کنند. اسب‌های سوار نظام معمولاً نعل می گرفتند، اما اکثر مستان‌ها و اسب‌های بومی بدون نعل بودند. مسیرهای طولانی معمولاً بدون ابزار نعل‌کوبی طی می‌شد. سوارکاران غرب وحشی همه سوار بودند، چه تفنگداران، رنجرها، شکارچیان، معدنکاران و چه کشاورزان. همه در سبک غربی سوار می‌شدند. معروف‌ترین آنها سواران پونی اکسپرس بودند که روزانه خطر انسان‌ها، حیوانات و شرایط آب و هوایی را به جان می‌خریدند و سیستم پست سری را قبل از راهن ایجاد کردند. ورزش‌های رودیو از رقابت‌های محلی گاوچران‌ها شروع شد تا مهارتشان را نشان دهند. استیر رسلینگ یا مهار گاو همیشه محبوب بود و استعداد سوارکار را به نمایش می‌گذاشت. قدیم اسب‌ها با روش‌های سخت و خشن آموزش داده می‌شدند. امروزه با ارزش‌تر شدن اسب‌ها وقت، صبر و مهارت بیشتری صرف آموزش می‌شود. این روش‌ها در اصل از حکمار کالیفرنیایی آمدند. سیستم بدون دهان و فشار روی بینی که از اسپانیایی‌ها و مکزیکی‌ها به غرب آمریکا منتقل شد. حکمار سرج بدون دهان است که با فشار روی بینی کار می‌کند. شکل آن شبیه یک راکت تنیس قدیمی است. فشار روی بینی و هدایت با بدون کمک پاهای سوارکار. بعد از حدود 10 ماه حکمار با 2 نوع سبکتر به اسم بوسال و بیت جایگزین می شود که هدفشون آرامتر کردن اسب
مطیع و حساس به کمترین فشار، آماده برای فعالیت گاوچران‌ها. زینهای مدرن غربی، عمق کمتر، سوار نزدیکتر به مرکز ثقل اسب، راحت‌تر برای سوارکار و اسب. اسب‌های بزرگتر و سریعتر جایگزین مستانگ‌ها شدند، اما مستانگ‌ها هنوزم بهترین حس گاوکاری و استقامت را داشتند. انواع افسار و گازول، سپید بیت، کافتینگ بیت، پلهم، سنافل و غیره. بعضی هنوز تحت نظر آموزش تخصصی استفاده می شوند که هدف نهاییشون هم اسب آماده برای کاتینگ، روپینگ، مسابقات و کارهای مزرعه می باشد. لباس و تجهیزات گاوچران‌ها کاملا عملی و راحت بود، از چکمه‌های ساق بلند و چپس محافظ گرفته تا روسری و کلاه لبه‌دار. این لباس‌ها برای راحتی در مسیرهای طولانی و محافظت از پاها و صورت طراحی شده بودند. با کاهش دام‌های آزاد و پایان مسیرهای طولانی، استفاده از اسب‌های کوچک و کند کاهش یافت. تمرکز روی سواری تفریحی و مسابقات رودیو و نهایتاً موتورهای درونسوز بسیاری از اسب‌ها را از مدار کار خارج کرد. بنابراین مستانگ‌ها به تدریج کنار گذاشته شدند و اسب‌های وارداتی مانند کوارتر، مورگان، عربیان و توروبرد جایگزین شدند. لباس و تجهیزات گاوچران قرن 19. کلاه لبه‌دار، پهن با تاج صافتر از مدل‌های مدرن. کاربردها، محافظت از آفتاب و باران، محافظت از سر و صورت هنگام عبور از بوته‌های خاردار و بالشت شبانه برای استراحت. روسری، مربع ابریشمی یا نخی گره زده دور گردن. کاربردها، عرقگیر، بانداژ، فیلتر آب، ماسک گرد و غبار و محافظت از حشرات. پیراهن و کت، پیراهن پشمی با ساق‌های تنگ، گرم اما کمتر باعث عرق و فشار می شود. در زمستان کت پشم گوسفند برای گرما. شلوار و چکمه ها، شلوار گشاد و داخل چکمه های بلند با پاشنه بالا. پاشنه ها به سوار کمک می کردن تا در زمین محکم بایستند و هنگام طناب زدن گاو لغزشی نداشته باشند. چپس چرمی، چسبندگی روی زین، محافظت از پاها در برابر استکاک، مسیر طولانی، خار، ضربه مار و باران. گاهی به عنوان زین‌انداز شبانه هم استفاده میشه. رکاب و اسپورس ها، رکاب های چوبی پهن و وسیع جلوگیری از لغزش پا. اسپورس ها با چرخدنده بزرگ، ایجاد صدای متمایز که اسب تشخیص می‌دهد صاحبش برای گرفتن او آماده است. طناب لاریات، ساخته شده از چرم خام، نخ‌پنبه یا گاهی موی اسب. کاربردها، طناب زدن گاو، ایجاد محوطه موقت بین درختان، گرفتن اسب‌های دزدیده شده و محافظت در برابر مارها. سلاح به عنوان نماد شغل و برای کشتن گاو یا اسب استفاده می‌شد. اکثر گاوچران‌ها مهارت تیراندازی بالایی نداشتند چون تمرین مهمات گران بود. سوارکاری، رام کردن اسب و فرهنگ گاوچران‌ها تاریخ طولانی و پرجزئیاتی دارد. از لابریدا و لاخینتا تا مستانگ‌ها و استاکسادل همه نشان دهنده سازگاری انسان و اسب هستند. میراث این فرهنگ هنوز در رودئو، فیلم و ادبیات زنده و الهام بخش است.